من گذشت دیگر میگه من طاقت نکردم. ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه به میدان جنگ وقتی که در آمدیم بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدمی به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوتش زیادتر میکند، روحیه مسلمان را به قوت میکند. میگه نگاه کردم که همون بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همون دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد و پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دست های چلاقی که داشت میگه پر از خون در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن. به ناگاه میگه رسول الله میگه دیگر جای نبود که ما پشتیبانی مصعب کنم زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. بنا میگه خنجر میگه در شکم همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمان ها شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم همون شالچه همون گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز نعمت تولد چیدگی، همین بچه‌ای که بهترین لباسی پدرش می پوشید، همان میگه گلیم وقتی که از بالا می پرتاییم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتاییم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانین و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم محکم کردیم و همت میگه در گور جاش کرد. صحابه را محبت شوید. حضرت خباب خدا رحمت و مغفرتش کند وقتی که میگه اسیر افتاد در دست مشرکا چنان خواب میکرد بیگاه که میشد بر شکم میگرداندن در جای همون سوختگی به دره میزدن. حتی میگه همون آهنای داشتن گرم کردگی در پشت همین خباب میگذاشت. رسول الله گذر میکرد قدرتی نداشت. رسول الله گذر میکرد میگو خباب صبر کن باغی از باغای جنت صاحبی تو میشود. حضرت میگه دائم همین تا خبردارش میکرد. لیکن هزار شکر که خباب از دست مشرکان میگه کشته نشد. وقتی حضرت عمر میگه دوره های خلافتون بود خباب پرسان کردم ای خباب تو چگونه عذاب ها دیدی؟ حضرت میگه کرته را بدر کردن گفتن بر همین دو شانه من نظر کن خود عذاب معین می شود. حضرت عمر میگه نگاه کردیم در پشت خباب هیچ گوشت دیده نمی شد، همه سوختگی بود، همه سوزاندگی و همه کندگی بود. لیکن حضرت در محاربه ها اشتراک میکرد. برای نه خانه داشت نه پول داشت نه مال داشت، فقط برای چی؟ برای حمایه قرآن، برای حمایه پیرو پیغمبر خدا، برای حمایه اسلام چکار میکرد؟ جان فدایی میکرد. امروز همان اسلامی که به مشقت آمده است در دست ما و شماست. ای انسانی که ترک خدا زده است به انصاف شده، تو نخواه که به یک پارچه نان، نخواه که به یک نیم کیلو روغن همین یهود تو همین دین خود تغییر بدی. عیب نیست، انصاف نیست؟ عمر اندک است،
برادر عزتمند عمر اندک است، 50 سال 60 سال چنان گذری میکنه تو نمیفهمی، تو به خدای خود رو پرو میشه. این دین عند الله الاسلام، دینی که اون نجات دارد این اسلام است. همه دینها در برابر اسلام منسوخ شدن، بیکار شدن، اینا دیگر هیچ اهمیت هم ندارن. کسی چنگ زننده بغیر اسلام است، خدا بر او چی میگه؟ میگوید که لن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. یقین بدان کسی که پیرو محمد نیست، کسی که چنگ زننده اسلام نیست، او کس در آخرت زیانکار است و اون کس در نزد خدا جوابگر است. حضرت بلال رضی الله عنه حبشی بودند. بلال از پیروی شد سرمه چشم، مولوی میگد سرمه چشم پیغمبر خدا از چی حساب شد؟ از حساب پیروی پیغمبر شد. حبشی بودند. وقتی آمدن رسول اکرم دیدن شیفته شدند. یقین دانستند که از این گونه چهره، از این گونه زبان دروغ نمیبراید. پیروی محمد شدند. مادامی که غلام بودن، سردارش شکار کرد، سردارش درکدار شد که بلال ایمان آورده است. بردن همون جایی که مصعب عذاب میکردن، در همان زمین خواباندند. این ابو جهل لعنتی در بالای میگه شکم همین بلال یک خرسنگ بی نهایت کلانی را گذاشت که دیگر حضرت میگه حرکت کردن نمیتونست. لبه ها همه کفیدگی، بیابان تسبان. وقتی با پیش میگذشتند، آیا از دین بابات پیروی میکنی یا دین محمد را؟ بلال چی میگفت؟ احد احد احد، خدا یکه را پیرو استم، خدا یکه را پیرو استم، خدا یگانه را پیرو میشم. عذاب میدادند. ابو جهل میگوید مانده میشیدم. تاریخ میگوید ابو جهل از زدن بلال، امیه ابن خلف از زدن بلال مانده میشدند، لکن بلال نمیگشت. ابو بکر صدیق میگه با پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل چند سو میفروشی بلال را؟ میگد گفت 100 تنگه. بلال میگه 100 تنگه برآورده در دستش دادم. بلال خلاص کردم آوردم نزد رسول اکرم. میگد ابو جهل در تمام شهر آوازه کرد که اگر ابو بکر 1 تنگه میداد من میدادمش در عوضی که مرا 100 تنگه داده است. ابو بکر صدیق اگر تو میدانستی منزلت بلال، اگر تو میدانستی که قدر بلال، تو میدانستی این توحیدی که در وجود بلال است، تو اگر 1 تنگه نه 1000 تنگه میگفتی من میخریدمش. وقتی آوردوش درون وجود بیرون سیاه بود، لکن درون آینه واری سفید بود. همه وجود ایمان بود. رسول اکرم دید که بی نهایت ایماندار است. حضرت اذان در دست بلال داد، دائما اذان میداد. وقتی رسول اکرم میگه در مدینه منوره از دنیا گذشتن، بلال دیگر طاقت نکرد، دیگر طاقت نکرد، ترک کرد، بر همون حبشستان خودش رفت. میگه 1 سال از بین گذشت که پیغمبر خدا را در خواب دید. میگه پیغمبر گفتش بلال این چیز ظلم است که در حق ما کردی، بار زیارت نمیای. بلال میگه در خواب گفتمش رسول اکرم من دیگر در مدینه دور دادن نمیتونم. هر وقتایی که قبر مبارک تو را میبینم دیگر من طاقت مدینه در زندگی کردن نداشتم. میگه مادامی که خواب دید، حضرت میگه گشته آمدم به مدینه. وقتی میگه مدینه در آمدم، امام حسن که میگه خیلی کلانسال شده بودن، مرا گفتن که مثل همون دوره پیغمبر خدا نمیبرای ای بلال 1 بار دیگر اذان بتی. میگه این یارای بهشتی را دیگر گپشون رد کردن نتونستم، بالای منبر برآمد. میگه وقتی که میگه بلال اذان گفت الله اکبر الله اکبر، مثل که دوره پیغمبر در اذان میگفت، تمام زنها و مردها میگه زنده شدن، گویا که محمد زنده باشد. همه میگه از خانه ها بیرون شدن. حضرت میگه رسید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتگی از حش میگه غلطیدن. نام محمد بر زبان کران میگه حضرت در جاش غلطیدن. وقتی میگه به یک میدان کشادی آوردنش،
حضرت علی میگه چنان محبت جوش میزد، میگفتن اولاد اجدادش میگفت که وا مصیبتا، امروز بلال از بین ما میرود. بلال باشد چی میگو؟ غدا القا محمدا و صحبه، چی خوشی است که فردا محمد با همراهی صحابه هاش زیارت میکنم. چی خوب است که من فردا در جنت با این یارایی که داشتم با اینا ملاقات میکنم. با همین شیرینی محبت پیغمبری خدا تلخی جان حضرت میگه دیگر هیچ حس نکردم. محبت صحابه ها را بید. محبت صحابه دیگر به نام هلال بود. شاید شنیده باشین، من با شما پیوسته این محبت صحابه ها را میگم، بعدا محبت خودتانه با محبت صحابه مقایسه کنید. رسول اکرم میگه ما جمع یک جایه میگه در مسجد نشسته بودیم، اطراف من میگه پر از صحابه ها بود. به ناگاه میگه گفتم ای یاران من، ای همنشینان من، الحال از دروازه مسجد کسی داخل می شود که جنت مشتاق اوست. صحابه در حیرت ماندند که آدمی جنتی را در دنیا چهرهش بینیم کی باشد. همه میگه خیستند نزد دروازه ره سپار شدند. لیکن رسول اکرم گفت ای صحابه ها، گفت دوستان خدا را شناخته نمی شود. آن کسی که الحال وارد مسجد می شود که مشتاق جنت مشتاق اوست، شما او را نمی شناسید. صحابه میگه گشته آمدن در اطراف پیغمبر مثل پروانه نشستند. به ناگاه میگه یک مرد در آمد، قد دراز داشت و سیاه‌پوست بود. این بلال نبود، این هلال بود. به نزدیک رسول اکرم آمد، با پیغمبر خدا میگه سلام کرد، در پیش پیغمبر خدا نشست. رسول الله میگه وقتی من نظر به چهره هلال کردم، چشمهاش میگه در قعر سرش رفته بود از گشنگی. میگه گفتم هلال اگر اجازت باشد طعام برای تو مهیا کنم تا که افطار کنیم. میگه هلال گفت پیغمبر خدا من نظر کردم که اگر با پیغمبر خدا ملاقاتی شوم 3 روز روزه میگیرم. امروز که خدا مرا نصیب دیدار تو کرده است، من 3 روز روزه میگیرم. رسول الله میگه گشته گو هلال وقتی که بعد 3 روز روزه تا میشکای در حق محمد دعا کن. هلال میگه گشته گفتن یا رسول الله شما نجات یابنده هم در دنیا و هم در آخرت هستین، شما آفتاب هم دنیا و هم آخرت هستین، شما دعای هلال ده هیچ احتیاجم ندارین. چگونه ای که عمر میگوید من وقتی که مکه مکرمه میگه فتح شد، اسلام وقتی غلبه کرد در مکه مکرمه، من اراده کردم که رفته یک عمره کنم در خانه کعبه. پیغمبر خدا میگه به جانب من گشت گفت عمر اشرکنا بشیء من دعائک ولا تنسنا. عمر وقتی تو عمره میکنی و عمره را بود میکنی، یعنی حج بود میکنی، محمد را فراموش نکن، در دعات مرا وابسته بکن، در حق من دعا کن. عمر میگه وقتی این سخن من از زبان رسول اکرم شنیدم، برای من دیگر دنیا و آن چیزی که در دنیا بود مثل این کلمه مرا خشنود نکرد که محمد از عمر دعا طلب میکند. هلالم همچنان از پیغمبر خدا گفتن شما احتیاجی دعا ندارین ای پیغمبر خدا، لکن خدا داناست که آیا این 3 روز دیگر من حیات دارم یا ندارم. میگه از نزد رسول اکرم بیرون شدند. از بین میگه چند روز، شاید 1 روز شاید 2 روز گذشت که حضرت جبرائیل میگه پایان شد. گو یا رسول الله هلال از دنیا گذشت، هلال از دنیا گذشت. خداوند بر تو امر میکند که تکفین و تجهیز هلال خود به دست خود بکن. رسول الله میگه گشته گفتم جبرائیل چرا تو شتابان هستی، چرا سراسیمه هستی؟ گفت خداوند بر من امر کرد که رسول اکرم بر فوت هلال خبر بده
و بعدا رفته سری بلال بالای زانوی خود بگذار، زیرا در جای وفات کرده است که بالای سری و پر از پشه است، من مگسرانی میکنم. حضرت رسول اکرم میگه حیرت نماندم و پرسیدن که یا جبرائیل هلال در کجا از دنیا گذشت؟ گفت در خانه مغیره، غلام مغیره است، در خانه مغیره از دنیا گذشته است. رسول الله میگه به جانب صحابه گشت و گفت ای اهل اصحاب، همان جوانی که داخل مسجد شده بود و ما گفتیم که جنت مشتاق اوست، امروز جنت به این آرزوی خود نائل شد، هلال از دنیا گذشت. خدای من بر من امر میکند که تکفین و تجهیز او را و غسل او را به دست خود کن. یک جای خانه مغیره میریم. صحابه میگه یک جای خیستیم، یک جای خیستیم، میگه خانه مغیره رفتیم. مغیره دشمنی خدا بود، مغیره این دشمنی پیغمبری خدا بود. وقتی نزد دروازه مغیره دا میگه راست شدیم پیغمبر خدا، بر مغیره صدا کردن که رسول الله نزد دروازه توست. این بدبخت که رسول الله را نمی شناخت، این خدا زده که رسول الله را قدر شکی نمی دانست، چی گفت؟ گفت پیغمبر نزد دروازه من چی میکند؟ کجا آمد از خانه من؟ مولوی رومی چی میگوید؟ رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول الله وقتی میگه در بالا یک کنده خرما به مردم موعظه میکرد، برای پیغمبر وقتی یک منبری نو میگه تیار کردن، رسول الله از بالای کنده خرما فر آمدن، بالای منبر بر آمدن. صحابه ها میگن در داخل مسجد گویا که یک گوده گریه میکرد، نالیش در مسجد بلند شد. پرسان که پیغمبر خدا این نالیش از کجاست؟ گفت همین کنده خرما بحر من گریه دارد که من امروز او را ترک کردم، بالای منبری نو بر آمدم. رسول الله میگه پیشی بر کردن، همون کنده را آوردن در تی مناره منبر خودشان گذاشتن. میگه کنده میگه از آواز دادن مان. مولوی رومی امیر میگه که رسول را استونی حنانه بشناخت، همون خرما چوب بود، جان نداشت، عقل نداشت، لیکن پیغمبر شناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. ابو جهلم، این ابو لهبم، این مغیرم، امیه ابن خلفم، همه اینا آدم بدن لیکن پیغمبر را نشناختن. گفت چیکار میکند پیغمبر نزد دروازه من؟ و میگه بیرون شد. وقتی که میگه بیرون شد، رسول الله را که دید، رسول الله گفت که مغیره در خانه تو دوستی از دوستهای خدا گذشته است. گفت در خانه من کسی نگذشته است، من نو از نزد دسترخوان همراه اولاد و اجدادم بودم. گفت ای مغیره، گفت من از پیش خود نیامدم، مرا خدای خود امر کرده است. مغیره در این گپ میگه دو دیله شد، خواست رسول اکرم دروغگو کند، خانه در آمد. وقتی میگه بیرون شد، نگاه کرد همه خانه ده همه سلامت است، اون فرزندای بدبخت مشرکش همه زنده است. خواست که پیغمبر دروغگو کند، در حالت میگه غلام دوید آمد گفت ای مولا، گفت ای مغیره، گفت هلال از دنیا گذشته است. میگه مغیره گفت محمد گفت عجیب گپی میزنی، از خاندان تو کسی گذشته است، از خاندان من کسی نگذشته است. یک غلامی بود وای گذشت و یک عاقل روبی من بود وای گذشت. رسول الله گفت اگر تو میدانستی که هلال کی هست، اگر تو میدانستی که هلال در کدام زینه است، هیچگاه این سخنها را نسبت ما نمیگفتی. رسول الله میگه وقتی که من داخل همون جایی که شتران اسفان همین بدبخت بستگی بود، وقتی وارد شدم میگه نگاه کردم جبرائیل یمین میگه سری مبارک هلال بالای زانو گذاشته است و پشه هایی که بالای هلال میشیشت همه اونا را از بالای سر هلال دور میکرد. نگاه کردم پای مبارکش در بالای سرگینای شتر و سری مبارک در نزد تی پای همون شتران میگه هم تفتیدگی جان به حق تسلیم کردگی است. عمر میگه گفتن یا رسول الله من خود میشویم، من خود کفن میکنم. محمد گفت هلال غریب بود، هلال یتیم بود، هلال بیکس بود، محمد هم یتیم است، محمد هم غریب است.
غریب را غریب می شود. حضرت میگد دست به شستن زدن، حضرت بلال کفن کردن. وقتی میگد من، حضرت عمر میگد همراه رسول الله که وقتی به قبر بردیمش، در قبر میگه وقتی که هلال داخل کردیم که حضرت در دنیا روزدار بودن، میگه دهن لحد بسته شد، رسول اکرم تبسم کردند. صحابه میگه پرسیدن یا رسول الله این قبرستان که موضع تعزیت است، موضع جای گریه هست، این خنده بهر چیست؟ رسول الله گفت وقتی که هلال گذاشته شد، دو حور از بهشت در دست یک طعام جنت، در دست یک شراب از حوض کوثر نزد میگه بلال حاضر شدند. یکی میگفت بلال گرسنه آمده است طعام جنت میخورد، یکی میگفت که هلال از دنیا تشنه آمده است این آب می نوشد. یک حور دیگر آمده است میگه به جانب من اشاره میکرد ای محمد هلال در نکاح من بدرار. میگه هلال به جانب من تبسم کرد و گفت لا اريد الا هو، نه طعام میخوام نه شراب میخوام نه حور در نکاح خود میدرارم، تا جمال الهی را نبینم من به هیچ کدامی راضی نیستم. محبت بین، تا جمال خدا را من نگاه نکنم بر من نه زن لازم است نه شراب لازم است نه طعام لازم است. با این گونه از دنیا گذشتن. دشمنی را بینید. ابو لهب وقتی که در سوره شعرا آیت 214 ای را تحلیل شد وقتی نگاه کردیم، خداوند امر کرده بود است و انذر عشیرتک اقربین. محمد اولاد اجداد از خدا بترسان. تمام آن کسی که عمکی توست، تقای توست، خاله و عمه توست، همگی را از عذاب خدا بترسان. رسول الله میگه بالای کوی صفا برآمدم و گفتم ای بنی عهدی، ای بنی فهد، ای بنی هاشم. میگه وقتی از بالای صفا در مردم عرب میگه در حالت صدا میدادن که اگر یگان خطر می آمد یک کس از بالا میبرامد اعلان میکرد. تمام مردم میگه وقتی صدای محمد شنیدن همه دوام به پیش رفتن. میگه رسول الله از بالای کوه به خویش تبارش گفت که در این مجلس ابو لهب هم اشتراک داشت. گفت امروز آیتی از جانب خدا آمد، گفت که خویش و قومیتت را از عذاب من بترسان. میگد ابو لهب از بین خیست و چی گفت؟ گفت تبا لک علی هذا اليوم جمعتنا. ای محمد تو هلاک شوی، همین روزی دراز برای همین سخن مرا جمع کردی، برای همین سخنی که ما را به سوی خدای خود دعوت میکنی برای همین دعوت کردی. بعضی مفسران میگد سنگ هم برداشت، سنگ هم برداشت میگه به جناب رسول اکرم حواله داد. رسول الله وقتی از این معرکه ناخشنود شدند، غمگین شدند، زیرا که اگرچه اولادها همش انکار کردند لکن مثل ابو لهب مشقت و دشنام ندادند. وقتی میگد رسول الله دویم بار دعوت کرد، ابو لهب گفت آیا وقتی من دینی تو را قبول کنم از دینی تو چی فایده هست؟ رسول الله گفتند که وقتی تو اگر دینی مرا قبول میکنی تو و سایر مردم در حق برابر هستین. گو من بر این قدر دولت سهولتی که دارم برابر یک آدمی کم بغل هستم؟ رسول الله گفتند که خدا میگوید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد من دولت و سهولت اعتبار ندارد، نزد من کسی که از خدا میترسد اونها برابر هستند. میگه ابو لهب گفت هلاک شوی با همراه این دینت که من برابر مردم کم بغل برابر باشم. میگه پیوسته از پی آزار رسول اکرم شد آیت فرامد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. هلاک باد هر دو دستی تو ای ابو لهب شکسته باد. و شکسته شد.
وقتی این آیت آمد، ام جمیله که زن این ابو لهب بود که کارش میگد حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن یک ریسمانی داشت، میگد کارش حیزم کشی بود، فقط خار میکشید، نزد دروازه پیغمبر و نزد در مسجد میپاشید تا که مسلمان ها آزار بیابند. این ابو لهب پهلو با پهلوی پیغمبر خدا میگد خانه داشت. وقتی رسول الله میگد در میدان که خراگ میپخت، آورده همین پسمانده گوسفند و پسمانده بز میگد در دیگ پیغمبر خدا میپرتافتند. رسول الله میبرامدن، غمگین میشدن، آیا میگو حق همسایگی همین است؟ دیگر حضرت هیچ سخنی نمیگفتند مگر که یک اخلاق حمیده خوبی داشتند. این ابو لهب میگه 3 فرزند داشت، یکی عتبه، یکی معتب، یکی عتیبه. این عتبه و این عتیبهش باز دامادای پیغمبر بود. اینا پیش از پیغمبری شدنش 2 دخترش رقیه و ام گلثوم در دست این 2 فرزند ابو لهب بود. وقتی این آیت کی آمد، ابو لهب غمگین شد. ابو لهب در مثال یک غمگین، یک بگیم دهشت در وجودش پیدا شد که رسول الله مرا مسخره میکند، باز از خدای خود چیزی برای من آورده است. میگه در حال عتبه و عتیبه را فرمان داد که دخترهای پیغمبر را طلاق کنید. اگر شما دخترهای پیغمبر را طلاق نمیکنید، پدری من بر شما حرام است. این عتبه و معتبش بعد فتح مکه باز ایمانی به پیغمبر آوردن، لکن عتیبهش به زمیانی که دختر پیغمبر که رقیهش در دستش بود طلاق داد، باز چیکار کرد؟ گفت پدر گفت من رفته گفت پیغمبر خدا را اذیت میتم. پدرش اجازت داد، مرحمت گفت رفته اذیت شده. آمد میگه در پیش پیغمبر دختر پیغمبر را طلاق داد و گفت که ای محمد، گفت من آیت اذا نجم الهوا الذي اذا تدلى را انکار میکنم. این آیت چی است؟ پیغمبر خدا میگه ستاره ها، خداوند قسم خورده است با ستاره هایی که در آسمان است. بعضی مفسران میگه برای چی خداوند با ستاره ها قسم خورد؟ میگه برای که عدد ستاره نامعین است، دوم این که به نهایت حرکت کلان دارند و هر یک ستاره آسمان چندین برابر از زمین کلان است. برای با قدرت خودش خداوند قسم خورد. الذی اذا تدلى، پیغمبر خدا گفته بود که به نزد من جبرائیل میفراید، بر من وحی میارد. این عتیبه گفت که من با آن ستاره هایی که خدای تو قسم میخورد و با این جبرائیلی که تو میگوی من انکار میکنم، اینا را باور نمیکنم. باز بازم این چیکار کرد؟ میگه دهنش میگه پر از خطوف کرد و با پیغمبر خدا حواله کرد. توف به اندام پیغمبر پرتافت. صاحب قرطبی میگه هزارها شکر که میگه این توف بدبخت در چهره پیغمبر خدا نافتید. لیکن پیغمبر خدا چی گفت؟ دست برداشت گفت اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. خدایا گفت این بدبخت، این روسیا را با سگ از سگهای خودت گفت مبتلاش بساز. ابو لهب همراه 3 فرزندش دائم که تجارت میکرد به شهر سوریه میرفت. هر 3 فرزنداش قطعی میگد رهسپار شد، به شهر شام رسیدند. در یک دهه میگه قرار گرفتند. مردم اون دهه آمد گفت در اینجا شیرها بسیار است، آدمها را شکار میکنند، خوب میشد که از اینجا دورتر میرفتین. ابو لهب گفت من فرزند خدمت در بین شترها میخوابانم و عسکر در اطرافش میمانم، هیچ کس بر این زیان و زلال داده نمیتواند. لیکن وقتی که خدا خواسته باشد، وقتی که قدرت خداوندی که بالای کسی نرفته باشد، اگر در داخل قصر باشد که به منزله سوزن سوراخی نداشته باشد، حکم خدا اونجا داخل می شود. میگه در بین خوابید همان سگی که از سگهای خدا را پیغمبر دعا کرده بود، شیر از شیرها میگه پیدا شد و میگه با بالای شترها میگه قدم میزد، شتر میگه از جاش نمی جنبید. آمد میگه بو میکشید، هر عسکر بو میکشید. به ناگاه میگه به راس عتیبه رسید. بر زمان میگه از گلوی این بدبخت میگه داشت و میگه پاره پارش کرد.
سحر میخیزند این بدبخت در چه حالت میبینند؟ در حالتی که دعای پیغمبر خدا در حق این ناکس تأثیر کرده بود. دشمنی هم جزای خودش میگیرد. راه بد مرو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. البته هر کسی که برای اسلام، برای قدر پیغمبرش، برای قدر یک عالم پس کردن میخواهد، انشاءالله البته ما به خود یک خدای داریم، یک خدای داریم که قصاص همه ما را از ظالمای ما میگیرد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، کسی میخواهد که این شمع، این قرآن، این نور اسلام خاموش کند، رومی چی میگد؟ هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوزی او. این شمع نمیمیرد دیگر، این روشنی قرآن باز روشن میشود، این نمیمیرد مگر پف کننده را زبان و دهانش میسوزد. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پف کرد ریشی خیش را سوخت. این بود مختصراً از حیات محبت صحابه پیغمبر با پیغمبر